وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. در این برنامه با هم دیگر مطالبی را در مورد بعضی از غلوها و زیاده روی هایی که ادعی از روی محبت دروغینی که ادعا میکنن به رسول الله صلی الله علیه و سلم ان شاء الله خواهیم پرداخت و این غلوها را به خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. و یکی از این غلوها متاسفانه در درودی به نام درود تاج، متاسفانه که مشخص و واضح شده و واضح و آشکار هست و در بعضی از جوامع متاسفانه که دیده می شود و مردمی به رسم محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنان به قصد تبرک و گرفتن ثواب و پاداش و اجر و مزد از پروردگار عزوجل این درود را میخوانند و ورد میکنند. میخواهم که در این برنامه قبل از اینکه به موضوع درود تاج بپردازم و موضوعات پیرامون این مطلب بیان بکنم، اجازه بدهید که دو موضوع را مقدمتاً به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان کنم. موضوع اول ارتباط می‌گیرد به محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون افرادی که این نوع درود را ساخته‌اند و پرداخته‌اند و آن را نوشته‌اند ادعای محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم را نموده‌اند و فکر می‌کنند که با این کار خود در واقع به محبتشان نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم افسوده شده و افسوده خواهد شد. اول اینکه محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلب هر مسلمان باید باشه. انسانی که نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت نداره، این انسان در ایمانش خلله، یا اینکه ایمان نداره. نمیتونه که یک انسان مؤمن رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست نداشته باشه. این غیر ممکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. میفرمایند انسان مؤمن شده نمیتواند تا زمانی که من پیامبر در قلب او از پدر و مادرش، از فرزندانش، از همه چیز به نزد او، از همه مردم به نزد او محبوب تر نباشم. محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلب هر مسلمان موجود هست و هر مسلمان باید این محبت را داشته باشد. و نشانه هایی که محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم داره، یکی از مهمترین و اساسی ترین نشانه‌ای که به محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن عظیم الشأن و در روایات مشخص و واضح شده، این است که انسان تابع رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، از رسول الله صلی الله علیه و سلم الگو برداری بکنه، پیامبر را به عنوان اسوه در زندگی خود، در کردار خود، در گفتار خود، در عبادات خود، در عقیده خود، در تمام افعال و کردار و گفتار خود رسول الله صلی الله علیه و سلم را قرار بده. بنابراین با این وجود بینندگان عزیز و گرامی، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله مهمات و از جمله ضروریاتی است که هر مسلمان باید آن را داشته باشه. بلا شک و تردید انسان مؤمن نمیتوانه
نمیتوانه ادعای ایمان بکنه الا این که باید محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلب این انسان وجود داشته باشه، در قلب این انسان موجود باشه. قلب هر مسلمانی از به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم ناآرام هست و میتپد. همه مسلمین پیامبر را دوست دارند، همه به او محبت می‌ورزند، همه او را از پدر و مادر و همه چیز بیشتر دوست دارند. قلب هر مسلمان آکنده از محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد و باید باشد. این بحث محبت. پس بناهن وقتی که افرادی که این نوع درودها را میسازند، اولا هدفشان به تعبیر خودشان محبت ورزیدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما این محبت ورزیدن از خود یک سری شرایطی دارد. آیا همین که هر کس ادعا کرد که من محب پیامبرم، این که هر کس ادعا کرد که من دوستدار رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم خلاص این ادعایش درست شمرده می شود، این ادعایش قبول می شود؟ نه خیر، باید یک سری علامات و نشانه های در وجود این شخص، در عملکرد این شخص، در افعال این شخص دیده شود و تا اینکه واضح گردد که این شخص واقعا محب رسول الله است، دوستدار رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. یک انسان ادعا می کند که من محب پیامبرم، اما از سنت پیامبر اصلا چیزی نمیفهمد به این معنا که سنت پیامبر در زندگی انسان اصلا دیده نمی شود، حتی در عباداتش. چون عده‌ای هستند که در بخش عبادات کوشش میکنن که از سنت ها پیروی بکنن، اما در بخش معاشرات اصلا توجهی به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارن. این انسان نه در آداب و معاشرات، نه در زندگی کردن و نه در عبادات، نه در عقیده، در هیچی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم خبری نیست در زندگی انسان. ادعا میکند که من محب پیامبرم، دوستدار پیامبرم. این انسان دروغ میگه. این انسان ادعای گزاف میکنه، ادعای دروغ، ادعای اضافه میکنه. این انسان نمیشه که ما به این اعتماد بکنیم که انسان واقعا محب رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونه باشه. این مقدمه اول که این را داشته باشین. وقتی ما این درود را میخواهیم رد بکنیم و این را در میزان شریعت اسلامی، در میزان قرآن عظیم الشان و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم بگذاریم تا اینکه وزن بکنیم که این درود و این نوع ورد آیا در شریعت اسلامی هست یا نیست، آیا مخالف است یا موافق است. این مقدمه اول را توجه داشته باشید. همه مسلمان ها متفقند که محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم از ضروریات دینی و عقیدتی و ایمانی هر شخص است. مقدمه دوم این است که ما در مورد درود فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواهیم کوتاه صحبتی داشته باشیم. که وقتی ما میخواهیم این نوع درود را رد بکنیم، به این معنی نیست که درود فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم را نعوذ بالله رد بکنیم. درود فرستادن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از جمله اعمال و از جمله اعمال صالحه و نیکی است که انسان میتواند توسط این به الله متعال نزدیک شود. و الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان هم به این موضوع اشاره میکنه. در سوره احزاب آیت 56 به این موضوع اشاره میکنه که الله و پیامبر، الله و فرشتگان به پیامبر صلی الله علیه و سلم درود میفرستند که هر کدام از درودهای اینها فرق میکنه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. الله و فرشتگانش بر پیامبر درود میفرستند. الله متعال پیامبرش را مورد رحمت و شفقت و مهربانی و مغفرت خویش قرار میدهد و فرشتگان دعای رحمت میکنند برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنین، صلوا علیه و سلموا تسلیما. به پیامبر درود بفرستید، به پیامبر صلی الله علیه و سلم درود بفرستید، سلام بگویید به پیامبر خود صلی الله علیه و سلم. پس بناهن این درود فرستادن نه این که کار بدی نیست، بلکه عملی است که برای هر مسلمان باید به آن توجه داشته باشه و بر او لازم میشه که حداقل در عمر یک بار حداقل این درود را بگه، درود به رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرسته. یا این که در نمازها
عده‌ای از علما این را واجب میگویند، یعنی درود فرستادن به نزد بعضی از علما واجب هست، واجب میدانند که شخص در وقت نماز به پیامبر صلی الله علیه و سلم درود بفرسته، به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم درود بفرسته که همان درودهای مشهور هست. خب به هر حال این موضوع که درود فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، برای مسلمان لازمه که درود بفرسته. و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم در مورد درود فرستادن به خودشان میفرمایند من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشرا، که امام مسلم این حدیث را در صحیح خود روایت میکنه، حدیث شماره 939، که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که بر من یک درود بفرسته، الله متعال به او 10 درود میفرسته. الله تبارک و تعالی به او 10 درود میفرسته. و این از فضائل است که فرستادن درود به رسول الله صلی الله علیه و سلم داره و انسان مؤمن باید به رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرسته تا اینکه این درود فرستادن وسیله قرب و نزدیکی او به الله سبحانه و تعالی شود، چون از اعمال صالحه هست، از اعمال نیک هست درود فرستادن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این دو مقدمه را بینندگان عزیز مد نظر داشته باشند. اول نسبت به محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم و دوم نسبت به فضیلت و مرتبه درود فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از آن می رویم به سراغ درود تاج تا اینکه این درود را بررسی بکنیم که آیا این درود وردش صحیح است یا نیست. به خاطر اینکه متاسفانه امروز ما در بعضی از جوامع داریم که افرادی به این وابسته شدند، حتی میخواهم که برای تأکید و برای بیشتر و برای مهم بودن موضوع اشاره بکنم که افرادی که واقعا ایمان دارند، افرادی که واقعا به خدا ایمان دارند، نماز درست میخوانند، عبادت درست میکنند، چون معنا و مفهوم این درود را نمیفهمند، این را روزانه ورد میکنند، روزانه این را ورد میکنند. حتی از خودم برای شما بگویم، زمانی که سنم خردتر بود نمیفهمیدم این مسائل را درست به صورت درست، اینها را نمیفهمیدم، که ترجمه و معانی اینها را نمیفهمیدم. هیچ شبی نبود که از پیشم این درود ترک بشه، یعنی همیشه این را میگفتم، ورد میکردم، حتی به درجه حفظ رسیده بود، حفظ کرده بودم، غافل از این که قرآن عظیم الشان را حفظ بکنم. و الحمدلله که پروردگار عزوجل لطف کرد تا اینکه با افراد نشست کردم و با علم سر و کار پیدا کردم و الحمدلله حفظ قرآن نصیبم شد و از اینها آهسته آهسته وقتی معنایش را فهمیدم که سبحان الله چی میگفتم، چی کار میکردم. و افراد دیگری بنده میشناسم که واقعا یعنی قصد تبرک و قربت را دارن به الله سبحانه و تعالی از خواندن این درود، از ورد کردن این درود. حتی به یکی از این افراد گفتم، اندکی ناراحت شد که چرا همچون حرفی میزنی. من سالها در عمر خواندم، عمرش رسیده بود به 60 و 65 سنش بود، پیرمرد شده بود، این را همیشه میخواند. برایش گفتم که این درود مشکل داره. گفت کجایش مشکل داره؟ درود را گذاشتم پیشش، گفتم که این جایش مشکل داره، تو این را میخوانی برای تو گناه میشه. حالا نمیفهمیدی خیر، ولی از این به بعد نخوان این را. ناراحت شد شخص که من یک عمر در این گمراهی بودم، یک عمر این را میخواندم و فکر ثواب و فکر به دست آوردن ثواب بودم. و افراد فراوانی هستند. نه تنها این درود تاج، بلکه دعاهای دیگری که متاسفانه امروز وجود داره، مثل گنج العرش، دعای گنج العرش، مثل 7 ایکل، که یک دروغهای شاخدار، دروغهای بزرگی به این چسباندن. فضائل درود تاج، حتی در مورد درود تاج، فضائل درود تاج، یک مسائل به این چسباندند که سبحان الله. بیا و ببین در مورد 7 ایکل که ساخته یک عده هست، در مورد این فضائل گفتند که به والله قسم در مورد قرآن عظیم الشان این فضائل گفته نشده.
و این فرد حتی حاضر نیست که در مورد قرآن عظیم الشان این را بگه. همیشه با او 7 هیکل هست، 7 هیکل هست، 7 هیکل را شبانه میخوانه، هیکل اول، هیکل دوم، هیکل سوم به الی آخر هیکل هفتم. 7 هیکل را شبانه میخوانه. اگرچه در 7 هیکل بعضی از آیات قرآنی هم وجود داره، آیات قرآنی هم وجود داره، ولی به این شکل 7 هیکل و به این فضائل را تراشیدن جدا از آیات قرآن عظیم الشان، این جای سؤاله. کدام دلیل این را ساختند و افرادی به این تبرک می جویند؟ یا مثلا درودهای دیگری به نام دلائل الخیرات که اگر پروردگار به ما توفیق بده دلائل الخیرات را هم یک روزی میاریم روی آنتن و ان شاء الله که به صورت مفصل در موردش توضیح میدهیم. درودهای روز شنبه، درودهای روز یک شنبه، درودهای روز دوشنبه، درودهای روز سه‌شنبه و به همین ترتیب تا آخر هفته اینها را ورد کرده، اینها را جدا جدا کرده، ورد روز شنبه، ورد روز دوشنبه، ورد روز یک شنبه و به همین ترتیب الاخر. در این هم خرافات وجود داره، کلمات شرکی وجود داره که اصلا اگر انسان مؤمن بفهمه دیگر روی به طرف دلائل الخیرات نمیاره. حالا بحث ما در مورد درود تاج هست. اینها را حاشیه روی کردم، گفتم تا اینکه ذهن بینندگان عزیز و گرامی جمع بشه و اینها را متوجه باشند، متوجه باشند که هر کس هر نوع کتاب نوشت، هر نوع ورد نوشت شما شروع نکنید بخواندن. حداقل به علمایی که به آنها علمای موثق، علمایی که میدانید که اینها از دین چیزی میفهمند، میدانید که اینها از قرآن و از سنت پیامبر چیزی میدانند، به اونها مراجعه کنید، بگذارید پیششان. عالم بزرگوار، شما کی رفتید پیش یک عالم از او پرسان کردید؟ در روز قیامت اگر پروردگار متعال شما سوال بکنه که این درود را خواندی، این ورد را خواندی، این شرک بوده در داخل این، چی جواب میدی برای خدا؟ میگی کسی نبود. خب دروغ میگی. علما ماشاءالله در هر جا فراوان هستند. میتونی از علما پرسان بکنی. بدون تحقیق، بدون بررسی چیزی را خواندن، بدون بررسی چیزی را ورد کردن، باید در روز قیامت در پیشگاه پروردگار سبحانه و تعالی جواب بدی. پس قبل از اینکه این حالت به سرت بیای مواظب باش. حالا میریم به بررسی درود تاج، اما قبل از اینکه به بررسی شروع بکنین اجازه بدین که یک میان برنامه ببینیم و بعدا ان شاء الله در خدمت شما خواهم بود. وصال حق، ندای حقیقت. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این فرمان حق از سوی پروردگار توست، بنابراین از تردید کنندگان مباش. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، در مورد درود تاج میخواستیم صحبت بکنیم و این را شرح بدیم موضوع را. بینندگان عزیز و گرامی، این درود تاج در کتاب‌های مختلف متاسفانه چاپ شده و در بعضی از جوامع متاسفانه موجود هست و در بعضی از ولایات و کشورها متاسفانه که هست و مردم این را ورد میکنن و ترجمه های فراوان شده، با ترجمه فارسی، با ترجمه پشتو و با ترجمه اردو حتی فراوان هست. یعنی میتونین شما فراوان این را ببینید. در کتاب‌های مثلا آنچه که بنده دیدم، کتابی هست به نام 11 سوره. در آن 11 سوره قرآن عظیم الشان را جمع کرده و در ضمن 11 سوره قرآن عظیم الشان متاسفانه که دعاهای عجیب و غریب آورده. دعای گنج العرش هست که یک دعای عجیب و غریب هست. 7 هیکل مثلا هست در بعضی از این 11 سوره ها و همچنین درود تاج هم هست. درود دیگری هست به نام درود لکهی میگن و درودهای دیگری که هر کدام فضائلی برای آن نوشتن با زبان اردو، با زبان فارسی، با زبان پشتو. در این 3 زبان بنده دیدم، اما در دیگه زبان ها تا حالا به چشم بنده نخورده. خب به هر حال در این 3 زبان ها ترجمه شده، یعنی اصلش به عربی نوشته شده. افراد اینها را نوشتن و به این که حالا نمیدانیم که هدف آنها چی بوده. شاید هدفشان خیر بوده باشه،
ولی این هدف خیر در رساندن بدعت، این نمیتونه این در واقع عذر پنداشته بشه، این جرمه. شخصی که همچون کارها را میکنه به نیت خیر هم که باشه، جرم برایش پنداشته بشه که چرا از پیش خود چیزی را ساخته و به دین اضافه کرده و خواسته که مردم را به اینها بچسبانه. و واقعا بنده چیزی که دیدم، افرادی که به اینها چسبیدن از تلاوت قرآن دورن، از تلاوت قرآن دورن، چون فضائل برای اینها گفته شده، فضائل برای اینها گفته شده که اصلا یعنی میشه گفتم که در مورد قرآن عظیم الشان گفته نشده. مثلا به عنوان نمونه میگم، در مورد 7 هیکل روایتی آوردن که نعوذ بالله به پیامبر نسبت دادن که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که هر کسی که این 7 هیکل را بخوانه داخل آب بره غرق نمیشه، داخل آتش بره آتش او را نمیسوزانه. و داستانهای عجیب و غریب در این مورد آمده، مفصل این را توضیح داده. در مورد فضیلت چی؟ فضیلت 7 هیکل. در مورد درود تاج هم فضائل آمده. خب به هر حال منظورم این است که اینها اگرچه به نیت خیر هم اینها را نوشته باشند، اینها را اضافه کرده باشند در کتابها برای اینکه مردم را به اینها مشغول کنند، بدون شک مجرم شمرده میشن و الله متعال سبحانه و تعالی اینها را هدایت بکنه و مسلمان ها را از شر اینها دور بداره. ای مسلمان، تو نیازی نداری که به اینها روی بیاری، چون سنت پیامبر، قرآن عظیم الشان و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تو کاملا واضحه. و جالب این که افرادی که به اینها رجوع میکنن افرادی هستند که با قرآن بیگانند، یعنی با تلاوت قرآن ضعیفن، با تلاوت قرآن ضعیفن. اگر با تلاوت قرآن روی بیارن، شیرینی قرآن اونا رو اجازه نمیده که همچون چیزها بخوانن، به همچون چیزها روی بیاورن. به هر حال با چاپ‌های مختلف این درود نوشته شده و چاپ شده و نشر میشه در میان مردم و مردم هم عده‌ای نمیدانند، عده‌ای به هر حال اصلا متوجه نیستند که حرف از کجاست، فقط فضائلش را که در اول نوشته است میخوانند، میبینه که به پیامبر نسبت داده، میبینه به پیامبر نسبت داده که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین گفتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین گفتند و احادیث و روایات ساختگی در فضیلت آنچه که خودش ساخته مینویسه، نوشته میکنه. بعداً مردم هم که در اول این را یک شخص میخوانه، به هر حال یک فارسی زبان، یک پشتو زبان، یک اردو زبان، وقتی این را میخوانه میگه به به چی خوب، چیز خوبی به دست آوردم، از این فضیلت به کجا به دست میاد. من از آقا احمد عزیز در اتاق فرمان کارگردان عزیزم میخوام که درود تاج صفحه اولش را آماده نمودن نشان بدن برای بینندگان عزیز. بله نشان دادن، جزاکم الله خیر. در قسمت بالایی اگر شما مشاهده بکنین، آنجا البته یک صفحهش فقط در اینجا هست، صفحات طولانی داره، صفحات طولانی داره. این درود نوشته درود تاج مع فضائل و خواص، یعنی درود تاج همراه خواص، خاصیت هایی که داره و همراه فضائلی که داره. خاصیت هایی که اینها بیان میکنن غیر از اون فضائلی که در خواندن آن هست، فضائل و خواص دیگری برای بیان میکنن، خاصیت هایی که داره که هر کسی بخونه چنین میشه، هر کسی را بخونه چنین میشه، همچون خواصی داره، همچون خواصی داره که اینها در میان غلات صوفیه متاسفانه وجود داره، همچون خرافاتی که در بعضی از چیزها خواص های ساخته اند، خواص های ساخته اند. مثلا سوره فاتحه را 1000 بار بخوان، فلان خواص را داره، سوره فاتحه را 1000 بار بخوان، فلان خواص را داره، سوره اخلاص را فلان خواص داره، سوره فلان خواص داره. خواص هایی که در سنت پیامبر وارد نشده، از پیش خود ساخته اند برای اینکه مردم را جلب و جذب بکنن، یا اینکه متاسفانه یعنی از قرآن کریم مردم را دور میکنن. عجیبه. بنده با خیلی از برادران و خواهران برخورد کردم که وقتی به اونها گفته میشه که شما تلاوت قرآن بکنید، میگه که برای من گفتن که قرآن عظیم الشان را بدون اجازه نخوان. توجه بکنید، قرآن عظیم الشان را بدون اجازه نخوان، یعنی باید یک شیخ دجال و مفسدی برای تو اجازه بده که تو قرآن بخوانی. قرآن زیاد نخوان که بر سر تو فشار میاد. بله بنده دیدم اینها را، با چشم سر دیدم، با گوش شنیدم، اینها را از کس نقل نمی کنم. افراد فراوانی که از قرآن خواندن دور شدن و به اینها روی آوردن. اینها هم که میخوانند، بعضی از اینها نیاز به اجازه داره، نیاز به اجازه داره. اجازه اینه که باید پیش یک شیخ برن، پیش یک دجال برن، بعد او بگه که بله حالا دیگه اجازه داری که تو بخوانی. و خواصی برای ازی بیان میکنن.
هر کس این را 1000 بار بخوانه فلان میشه، 100 بار بخوانه فلان میشه، 100,000 بار بخوانه فلان میشه و کارهای عجیب و غریب که یک تسبیحی در دور خود میگذارند، مسبحه این را دور خود میگذارند و بعداً این خواصی که داره میخوانند، مثلا 1000 بار میخوانند و بعد صورتهای عجیب و غریب میبینند، بعد این صورتهای عجیب و غریب میآید در کنار خط اینها سر خم میکنه و اعوذ بالله از این خرافات و شرکیاتی که متاسفانه وجود داره. و این هم اول اونجا نوشته که درود تاج مع فضائل و خواص، همراه فضائل و خواصی که داره، فضیلت هایی که داره، برتری هایی که داره و همراه خواصی که داره. خواصش رو هم بیان میکنه. افرادی که این درود را دارند میتونن که مراجعه بکنن به هر زبانی که هست. در اول عموما، یعنی عموما شاید در بعضی نوشته نباشه ولی عموما نوشته هست، در اول یا در اخیر در مورد فضائل و خواص این درود چیزهای نوشتن و دروغهای بافتن که متاسفانه میشود گفت که قابل تأمل است که انسان به اینها تأمل بکنه و توجه بکنه و به معانی و به گفتاری که اینها گفتند. این برنامه فقط در این قسمت توانستیم که حداقل مقدمه در مورد این اشاره بکنیم. ان شاء الله که در برنامه بعدی اگر پروردگار بر ما توفیق بده مستقیما میریم سر اصل موضوع و نکاتی که در واقع در بعضی از قسمت‌های این درود مهم است و قابل توجه است، ان شاء الله که به خدمت شما صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعدی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددکار شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.